طلبک نظرов وزیر امور خارجه تاجیکستان در سالهای 1994-2006 و مؤلف مقدمه کتاب رخشان رحمانووا دختر رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این کتاب که شکل گیری سیاست خارجه کشور را در 10 سالهای اخیر به بررسی گرفته است برای تربیت نسل نو دیپلمات‌های تاجیک اهمیت دارد. کتاب رخشان رحمانووا با نام اساسهای خدمت دیپلماتی روز 7 ایون در دوشنبه در وزارت خارجه رونمایی شد. دختر رئیس جمهور در مقام معاون سردار ریاست سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت می‌کند. جناب نظرов که در سالهای جنگ شهروندی و بعد از آن بخش سیاست خارجه تاجیکستان را رهبری می‌کرد گفت که تا امروز برای آموزش و شناخت تجربه دیپلماتی تاجیک تحقیقات زیاد انجام نشده است و در مجموع تحقیقات همسان در آینده برای رشد مکتب ملی دیپلمات خیلی مهم است. در جای خالی باید یک فوندامنت، یک اساس باید پیدا میکردن که آینده من این دیوار این فوندامنت کشتر بلند شود. امروز ما توان دهنده اون کارهایی که در اول بود توان دهنده همون هستیم. بعد دیگه که خودش رو پیدا کند این تجربه کاری است. من فکر میکنم که همین خیلی مکتب در تاجیکستان پیدا شده است. این پیدا شده است در آینده باید ما این مکتب دیپلماتی باز هم مستحکم کنیم، باز هم که این تجربه باز هم مستحکم‌تر شود. رخشان رحمانووا ماه نوامبر سال 2016 به مقام معاون سردار ریاست سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رحمانووا به این مقام بعد کار در سفارت تاجیکستان در بریتانیا آمد. امام علی رحمان 9 فرزند دارد و رخشان رحمانووا فرزند سیوم رئیس جمهور است. فرزندان پرزیدنت تاجیکستان چهره‌های مطبوعاتی نیستند و جامعه درباره آنها معلومات زیاد ندارد.